چند ماهی گذشت. آریا به تمام خواسته هاش رسید. پول و رفاه زیاد، شغل خوب، موفقیت، محبوبیت بیش از اندازه، مهارت و قابلیت‌های بالا، هوش و ذکاوت بسیار. اما یک شب آریا در خواب خودش را در اتاقی تاریک و بی انتها می‌بیند. موجودی با چشمان سرخ بالای سرش ایستاده و نفس می‌زند. آریا تلاش می‌کند فرار کند، اما هر قدمش او را به مرکز اتاق می‌کشاند. وقتی چشمهایش را باز کرد، در همان اتاق بود. اتاق واقعی است، اما روی دیوار با خون نوشته شده بود: زمان پرداخت بهایت فرا رسیده. ناگهان صدای خشداری شنیده می شود. بالاخره